10 روز است که گروه طالبان بر اکثر مناطق افغانستان نظارت خود را جاری کرده است، ولی سرنوشت این کشور به یک حالت ناروشنی روبرو است. معلوم نیست که در این کشور چگونه حکومت روی کار خواهد آمد. وضع افغانستان نگرانی‌های زیادی را در تاجیکستان و کشورهای جهان به میان آورده است. برای پاسخ گرفتن به سوال‌ها در رابطه با وضع افغانستان، مهمان ما هستند محمد ظاهر اکبر، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تاجیکستان. جناب سفیر، بسیار تشکر از فرصتی که برای ما جدا کردید. وضع فعلی افغانستان را شما چگونه شرح می‌دهید؟ حالا در کشور شما چی می‌گذرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما و شبکه‌تان که مسائل افغانستان را تعقیب میکنین و به گوش جهانیان و به گوش همسایه نهایت نیک و برادر عزیز ما مردمان تاجیکستان میرسانین. افغانستان سقوط نکرده، بلکه افغانستان را سقوط داده. افغانستان دارای یک اردوی منظم تعلیم یافته‌ای که فکر میکنم که نظیرش هم در منطقه از لحاظ تجربه نظامی کمتر بود. بهترین کادرایی که توسط ایالات متحده آمریکا و ناتو تربیت شده بود در طول 20 سال دوش جامعه بین المللی تانستن که خوب مقابله بکنن و در برابر تروریسم استادگی بکنن. ولی با تاسف که به یک بارگی حالت وضعیت شکلی آمد که طالبان تانستن که داخل شهر کابل شوند و ولایات را به سادگی سقوط بدن. این مسئله چند دلیل خاص خود را داشت. دلیل اول که ایالات متحده آمریکا رهبری گذاشتش یک مجموعه را بسیار به سادگی از یک رویکرد نظامی به یک چهره سیاسی تبدیل ساخت. منظورتان گروه طالبان؟ هدف طالبان است. مسئله دوم، نیروهای امنیتی افغانستان به اساس سلیقه اشخاص افراد دیزاین شد. کسانی که تجربه جنگ نداشتند، کسانی که از نظامگری چیزی یاد نداشتند، نمیفهمیدند، اینا توظیف شدند. بهترین جنرال‌ها با تجربه ترین جنرال‌ها، کارکشته ترین جنرال‌ها از سراسر افغانستان، نه مربوط به یک قوم یا یک ملت، اینا برطرف شدن و خانه نشین شدن در حالی که توان و قدرت کار داشت. این مسئله سبب شد که در یک سازش از دید مسازش است، در یک سازش بدون جنگ اکثریت ولایات، سازش میان کیا؟ ما خدمتتان عرض میکنم، بدون جنگ اکثریت ولایات قماندانای قول و اردو و اشخاص افراد بلندپایه نظامی جنگ نکردن، تسلیم شدن، در حالی که در صفوف رزمندگان اردوی ملی افغانستان با شهامت رسمیدن، با افتخار رسمیدن و انتظار قمانده رهبری خود را داشتند، با تاسف که رهبری وجود نداشت. و همچنان فرار دکتر اشرف غنی بدون در نظر داشت این که با کابینه خود، با معاونین خود، با مردم افغانستان مشوره بکنه، در حالی که 3-4 روز قبل شعارهای بسیار آتشین سر داد و گفت که شاه امان الله خان فرار کرده بود ولی من هرگز فرار نمیکنم. جناب دکتر اشرف غنی وقتی که قبلا پلان شده فرار خود ترتیب و تنظیم میکنه، در حالی که هیچ یک از مسئولین حکومتی در جریان نمی باشه. این سبب شد که طالبان بیاین و کابل را اشغال بکنن و به اصطلاح اراضی بیشتر افغانستان را بگیرن. در روزهای اخیر خبرهای از پاککاری‌های قومی، کشتارهای دسته‌جمعانه، پایمال شدن حقوق زنان و تعقیب روزنامه‌نگاران رسانه‌ای شد. آیا این خبرها حقیقت دارند؟ دنیا بسیار کوچک شده. هیچ کس نمیتونه که با تبلیغات از سازمان خود دفاع بکنه، از افکار خود دفاع بکنه، از رفتار خود دفاع بکنه، بلکه دوربین ها بسیار به سرعت همه چیز میگیرن و همه چیز مردم مشاهده میکنن. آن چیزی را که طالبان اعلان کردن به عنوان عفو عمومی، با تاسف که آن چیزی را من فعلا مشاهده نمیکنم. من آرزومند هستم که طالبان اشتباهات گذشته را تکرار نکنن. یک تفاوتی آمده که فعلا در بسیار چیزا دست نمیزنن ولی بسیار چیزا را دست میزنن. اینطور نیست که خانه های مردم فعلا تلاشی میشه، زنها از کار مانع شدن، ژورنالیست ها تمام وظایف خود ترک کردن،
متخصصین افغانستان را ترک میکنه، دانشمند افغانستان را ترک میکنه و حتی کسانی که در زیر سلطه طالب نمیخواین که زندگی بکنن افغانستان را ترک میکنن. و ما در این فکر هستم که آیا طالبا این ماشین حکومتداری خود را با کدام اشخاص افرادی که توانمندی کار داشته باشه پیش میبرند؟ شما میتونه که مشاهده بکنین برنامه تلویزیون طلوع، یک تلویزیون مشهور است در تاجیکستان، همگی میبینه. تفاوت برنامه های یک ماه پیش تا به حال یک کرد مشاهده کنین، باز بر خود طالبان از اونجا پیدا میکنه. خیلی خوب. حالا در دره پنجشیر نیروهای مقاومت علیه طالبان جمع شدند. آیا طالبان این منطقه را به فکر شما زیر نظارت گرفته میتوانند؟ این مسئله را به دو بخش تقسیم میکنم. یک، رسالت جانشین رئیس جمهور آقای حمدالله صالح که مسلماً کوتاه مدت است. دو، رسالت پسر قهرمان ملی افغانستان احمد مسعود که رسالت از این بیشتر و بزرگتر است چون جوان هم است. تجمعی که در پنجشیر صورت گرفته به عنوان جنگ نیست، بلکه به عنوان دفاع از جنگ است. اونا خواسته های شخصی برای پنجشیر و پنجشیریان ندارن. اونا خواست شخصی از آدرس یک قوم و یک ملیت ندارن، بلکه اونا خواسته های بسیار بزرگی برای افغانستان دارن. من آرزومند هستم که با او خواسته های بزرگی که تمام خواسته های مردم افغانستان را تمثیل میکنه با او طالبان تمکین بکنن. چه خواسته های؟ و به میز مذاکره پناه حضور پیدا کنن و از طریق تفاهم و مذاکره مسئله را حل کنن. اگر تصور این باشه که با زور، با جبر، با اون شکلی که سخنگوی طالبان میگه که ما وقت میتیم، باز اونا میتونن خیلی تاریخ افغانستان را از دیگران پرسان بکنن و تاریخ هر محل افغانستان را که در برابر هر متجاوز استادگی کرده و مقاومت کرده اونا مطالعه بکنن، باز بعد از او اخطار بدن. بله جناب صاحب، خیلی کوتاه میگفتین چی خواسته‌ای هست؟ پنجشیری ها چی میخوان؟ ما چی میخوایم؟ ما امیدوار هستم که شما مشخص به پنجشیر نسازید. معذورم، شما جبهه مقاومت را نباید مانند گذشته که تلوار شمال میگفتن و تفنگ سالار میگفتن این خرد نسازندش. این مقاومت مردم افغانستان است. ولی من خوشحال هستم که فرزند قهرمان ملی افغانستان در حالی که ما با او صحبت داشتم، ما با او میخواستم که بگویم که ما چی کاری را بر خودت کرده میتونم. اصلا تصور نمیکردم که این جوان با من این قسم خطاب میکنه، در حالی که 1 ساعت قبل 3-4 کسی با من ارتباط گرفت، کمک میخواستن که اونا بزرگترین و با منصبترین خادما در نظام افغانستان بودن. پسر احمدشاه مسعود نه وزیر بود، نه ژنرال بود، نه سفیر بود، نه از حکومت معاش میگرفت، بلکه با احساسی که از پدر ارث برده گفت من میرم در بین مردم خود از افغانستان دفاع میکنم. دفاع از افغانستان چیست؟ ما باید به تفاوت عقیده ها احترام قائل باشیم. ما باید به آرای مردم احترام بکنیم. حکومت به سلطه توپ و تفنگ امکان پذیر نیست. به این شک نیست که طالبا آمدن هرازی بیشتر افغانستان را گرفتن، ولی حق مردم است که بگویه که من حق دارم صحبت بکنم، من حق دارم که از حقوق خود دفاع بکنم، من حق دارم که در افغانستان این چیزا وجود داشته باشه. ولی وقتی که خواسته های مشروع مردم افغانستان در موجودیت یک نظام تمثیل نشه، بناهن مردم استاد میشه، مردم مقاومت میکنن. و من خوشحال هستم که این جوان برومند ما تانسته که این استه حساسی مقاومت را پیش از ما سیاسون، پیش از ما سیاستمدارا این مسئله را درک کرده بود، در ترتیب و تنظیم مقاومت قبلا آغاز کرده بود و امروز به یک مرکز مقاومت پنجشیر تبدیل شده. بله، طالبان اداره 5 ولسوالی را در مرز تاجیکستان به گروه تروریستی جماعت انصارالله دادند. به نظر شما هدف آنها از این کار چی بوده میتواند؟ در اولین تفاهمنامه‌ای که طالبان با امریکایی‌ها داشتن و دولت افغانستان را به حقیب زدن و در این تفاهمنامه مشترکاً با طالبان کار کردن. یکی از بندهای از تفاهمنامه همی بوده که ما به گروه‌های تروریستی در افغانستان جا نمیدیم.
این گروپ های تروریستی که در کدام سرحد جای به جای میشه یا در کدام سرحد جا به جا نمیشه، این بحث بعدی هست. من فکر میکنم که یکی از خواسته های مشروع همین مقاومت هم است که ما افغانستان را تحت خیز جنگجویان کشورهای دیگه باید قرار ندیم. ما از آدمربایان، از قاچاقچیان مواد مخدر نباید دفاع بکنیم که این در تعهدات طالبان موجود بوده و این تعهد هم دادن. من امیدوار هستم که این تعهد در عمل عملی شود. اگر افغانستان تحت خیز تروریستا شد، در اینجا تنها مسئولیت افغانستان که فعلا هم به تنهایی خود می جنگه، این مشکل بین افغانان نخواد باشه که بلکه این یک مشکل بین المللی است. این مسئله صبح دامنگیر تمام کشورها میشه. آیا در این باره اطلاع دارین که طالبان نظارت منطقه‌های مرزی را به جماعت انصارالله دادن؟ من در بسیار چیزا شک ندارم. بازم تکرار میکنم که این تهدید بزرگ است برای همگی. هدفشون چی بوده میتونه؟ یعنی فکر میکنم که معلوم است هدف. خب افغانستان همچنان که گفتم در یک حالت ناروشنی است و شما همچون چند هفته آینده افغانستان را چگونه تصور میکنید و نشانه هایش چیستند؟ من فکر میکنم که فعلا افغانستان در یک بحران قرار داره. یک هفته بعدش اینه که زمان زیادش هم فکر ما همیست که به می شکل ادامه پیدا میکنه. ولی ما طرفدار از این هستیم که گفتگوها با وساطت جامعه بین المللی که اونام در راستا مسئولیت دارن و مسئول هستن، فاجعه که امروز در افغانستان سپری میشه. شما از طریق رسانه ها مشاهده میکنین که یک زن جوان در هواپیما ولادت میکنه. شما از طریق رسانه ها مشاهده میکنین که جوانا به خاطر نجات خود در طیاره ها در هواپیما خود هویزان میکنن، سقوط میکنن و انتظار هستن که خود را نجات بدن. به خاطر نجات دادن نه که کدام کشور برن، میخواین که از زیر سلطه طالب خود را گوشه کنن. این حال ارتباط میگیره به برخورد طالبا. هرچند تبلیغات طالبا را که من میشنوم به مردم اطمینان میتن که شما مطمئن باشید، ولی مردم در اطراف اکناف شهر کابل و ولایات چیزایی را میبینیم که اعدام‌ها فعلا جریان داره، خانه تلاشی ها جریان داره، تحقیر و توهین ها جریان داره. با این وضعیت فکر میکنم که دیگه هم آشفته میشه وضعیت افغانستان. اگر ما به یک حکومت فراگیر که در اوجه تمثیل کننده تمام خواسته های بر حق مردم افغانستان باشه، که در او تعهدات بین المللی وجود داشته باشه، من فکر میکنم که ما میتونیم که یک نظام داشته باشیم که برای فردای افغانستان مفید باشه. توقع شما از تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی در شرایط فعلی چیست؟ به اون شکلی که یک برادر از برادر توقع داره، به اندازه قدرتش توقع میکنه. ما هیچ وقت از یک برادر خود توقع بیجای نمیکنیم. ما حال احوال تاجیکستان درک میکنیم، حال احوال همسایه‌های خود درک میکنیم، مطابق به برخوردشان، مطابق به گذشتهشان، مطابق به شفقت و محبتشان او خواستی از او می داشته باشیم که او را ادا کرده بتونه. ما هیچ وقت نمیخواهیم که دولت تاجیکستان در مناسبات مشکل افغانستان خود داخل بسازه. جناب سفیر، بسیار تشکر از فرصتی که برای ما جدا کردید و ما امیدواریم که در افغانستان یک صلح و ثبات بیاید و مردم تاجیکستان که توانند آزادانه به آن کشور بروند. بسیار تشکر. تشکر از شما هم. سلامت باش. بخیر باش. بخیر باش.